بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 14 تیر یه بچه مصنوعی 3 قاب گرفتیم با شاخونی که داخلش بود. چند تا شاخون داشت که بهش دادیم. بعد ملکه متولد شده. الان 2 هفته ملکه متولد شد. الان بهش شربت تریکی و کیک گرده و خمیر شیرین. یه قاب هم گذاشتیم کنارش که هرزه بافی میکرد که تا ببینیم که این تخم‌ریزی رو شروع بکنه. فعلا نر داخل کلونی هستن، هنوز جفت نرفته یا جفت رفته و هنوز تخم‌ریزی رو شروع نکرده. با تشکر همه عزیزان، ما رو در کانال یوتیوب دنبال کنید.